در شهر اسفره گروه اولین جوانان وطندوست و شجاع که با امر دل و وجدان خدمت وطن مادر را اختیار کردند با تنتنه به خدمت حربی گسیلانیده شدند. با این مناسبت در میدان پرچم دولتی مرکزی شهر با شرکت راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان کمیسریت حربی، مسئولین میزهای حربی، جماعت‌های شهرک و دهات، سابقه داران جنگ و مهنت و والدین و پیوندان جوانان خدمت وطن را اختیار نموده همایش تنتنوی برگزار گردید. رئیس شهر اسفره بهاءالدین بهادرزاده ضمن سخنرانی از مقدس بودن وطن و حتمی بودن خدمت حربی یادآور شده با تذکر ضروریت دفاع از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال و شرف و ناموس ملت به جوانان در ادای خدمت عسکری صبر و تحمل، شجاعت و دلیری، بردباری و سربلندی و مظفریت‌های بی‌نظیر را تمنا نمود. شهردار اسفره با برابر تمنیات نیک به نو عسکران خدمت به وطن مادر را رسالت فرزندی و قرض شهروندی ارزیابی کرده، ضمناً از توجه راهبریت مملکت بابت مهیا نمودن شرایط‌های خوب خدمت حربی و زیست سربازان و افسران در صف‌های قواهای مسلح کشور یادآور شد. سالهای آخر در جامعه کشور خدمت کردن در صف‌های ارتش ملی بیشتر از هر وقت دیگر نشان افتخار بلند وطنداری و احساس بزرگ خودشناسی معنی داد می شود و معرکه دعوت به یک چاره‌بینی فرهمند، خاطرمان و افتخاری تبدیل یافته است. از جانب دیگر اختیاری به صف‌های قواهای مسلح آمدن جوانان پدیده سرور بخش بوده، شهادت آن است که آنها بهر حمایه مرز و بوم اجداد خویش و تحکیم صلح و آسایشتگی آماده بوده از سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همه طرفه جانبداری می نمایند. باید تذکر داد که تا حال در اسفره 143 نفر دعوت شوندگان از کمیسی طبی گذشته اند و در نخستین روز معرکه دعوت تیر ماهی 100 نفرشان به صف‌های ارتش ملی فرستاده شدند. بسیار رمزی است که در روز نخستین معرکه دعوت تیر ماهی جوانان به صف‌های قواهای مسلح، جماعت‌های واروخ و چارکوه از اجرای معیارهای مقرر شده دعوتی با سربلندی مژده رسانیدند. در جریان همایش همچنین رئیس شورای سابقه داران مهنت صادرخان قاسمی بابت شرایط خوب خدمت در قسم‌های حربی، ننگ و ناموس وطنداری، دائم و سزاوار باوری والدین و همدیاران بودن نوعسکران حرف زده به آنها جهت با سربلندی ادا نمودن خدمت حربی فاتحه نیک داد. مادر دعوت شونده اعتبار شکر و ابراز داشت که او با شکرانه آرامی و آسایشتگی مملکت با قلب پاک و نیت‌های نیک فرزند خود را به اجرای قرض شهروندی هدایت کرده است. سرباز عثمان علی نظاموف که امروزها در یکی از قسم‌های نظامی خدمت حربی را با سربلندی اجرا نموده ایستاده است، اظهار داشت که خدمت در صف‌های قواهای مسلح مکتب مکمل حیات و آب و تاب اخلاقی و جسمانی، عرصه دلیری و مردانگی می باشد و باید جوانان سین دعوتی برای به جا آوردن خدمت وطن مادر کمر همت بندند. دعوت شونده ها شاعر قربانلوف و محمد رفیع تقایف از نام 100 نفر جوانان به آر و ناموس و دلیر و جسور اسفرگی در نزد اهل جمع آمد با تنتنه وعده دادند که قرض شهروندی و جوانمردیشان را با سری بلند و افتخار میهنداری به سامان می رسانند. برنامه فرهنگی مالامال احساس محبت وطنداری انجام بخش تنتنه های گسیل نوعسکران گردید. چشمی